استاد ما همین درباره همین تراویح پرسیدنی بودم. همین تراویح را ما چند رکعت باید بخونیم؟ 20 رکعت یا 40 رکعت؟ برای که من در نو در اومدم از ابتدای نکردم. صحبت بودید؟ نه ما همین در اومدم یا نفهمیدم، راستی گوش در کجا نکردیم. تراویح میخونید؟ در کدام کشور؟ ما در روسیه هم خودم همین یک برادر قتیم هر دومون اختلاف داریم در مبین ده. ما میگم 20 رکعت میخونیم، اون میگن نه 40 رکعت های. برای من چی؟ گفتم ما استاد بودم، ما دو کسیم در یک خونه زندگی میکنیم. فهمیدم. هیچ 40 کس نیست. رکعت هم 40 رکعت هم خوب است تو، لیکن اگر وزنینی کند اون 20 رکعتش کفایه هست. فهم استاد جان، ما با هم اختلاف داریم، میگم 20 رکعت های، میگن نه ما 40 رکعت میخونیم. من گفتم اگر ما 40 استاد رکعت زنگ هم هر شما 20 رکعت چه خونید تا تونستنتون خونید. 40 رکعت خواند بو خوب است، یا اینکه اون 20 رکعت درازتر خواند. 40 رکعت هم آمادگی هست، از 40 زیادتر. فهمو استاد فهمو. اگر 20 رکعت خوندنی باشیم 4 رکعت میخونیم تراویح میگویم، باز 4 رکعت خونده بود تراویح میگویم. همیشه و اگر اون برادر از کجا است؟ اون برادرم هم تاجیک، هر دو تاجیکه. چهار رکعت خفتن 36 رکعت تراویح هست. مذهب مالک هستیم 36 رکعت و 3 رکعت ویتر 39 رکعت میشه. جمع 4 رکعت خفتن هم حساب کنید 44 رکعت میشه. ما حاجی اگر من 20 رکعت خونم 4 رکعت میخونم تسبیح میگویم، با 4 رکعت خوندم خیلی 20 رکعت رو تمام میکنیم. همش درسته همه خیلی. اگر امام او باشد و تا آخرش خواند با ثواب بزرگ میگیرید. حدی محدود نیست از جانب شریعت که از فلان رکعت زیاد خوانید نخوانید گفتگی حدیث نیست. 60 رکعت 80 رکعت خواندم خواندن گیرید، یعنی که اگر امکانیت داشته باشید. البته نماز تراویح سنت است، خوانید ثواب میگیرید.